بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا و عرض سلام و احترام به خدمت شما بیننده‌های عزیز تلویزیون جهانی دنیای نو، برنامه هوای روستا. خوشحالیم که یک روز دیگر الله پاک ما توفیق داد که به خدمت شما باشیم. دوستای خوب نازنین، به دعوت ارباب صاحب آمدیم امروز به ولسوالی ادرسکن به یک قشلاق به نام پشت امانخیل. از شما خواهشمندم که تا آخر برنامه همراه ما باشیم. یک تشکری هم میکنیم از شفاخانه سنا کوثر که همیشه به خدمت مریضدارا هستم. دوستای نازنین، یک ساعت ما به داخل از این قشلاق هستیم، می‌بینیم که رسم و رواج، عنعنات، کاروبار مردم به تصویر میکشیم. از شما خواهشمندم که همراه ما باشید. جماما مونده نباشیم. سلامت باشیم. اول شما خوبه؟ شکر خوش آمدید. سلامت باشیم، زنده باشیم. میشه اسم خودم بگیم؟ صوفی نبی. خب از این منطقه؟ از این منطقه ما. فکر کنم به این ماشا مصرف بدین. کاکا جان چی کار میکردین؟ اونجا گوساله داشتیم او میدادیم اونجا بالا ماشا کشا او هم نیه حساب هم نیه که او خوردن نیه گوسال هم او کردم برم مخونه برم. خب کاکا جو چرا شما گوساله بیاردیم با ماشا یلا کردین؟ نه ماشا نیه چه زمین خوراک. امینا که ماشانه؟ این طرف ماشا این طرف کل امی شفتل بوده خلاص شده. خب این زمین از شما نه؟ زمین از ما نه. چند جریبه کاکا؟ 15 جریبه است. 15 جریبه. 15 من. به حساب من حساب تخم چیز. خب باغ هم دارین کاکا؟ باغ هم داریم. مالداری هم داریم؟ مالداری نداریم. گوداری داریم، مالداری نداریم. خب کاکا جو چند ساله هستیم؟ 70 میتونه هستیم. 70. خب چند ساله بودین که پدر شما نامزد دار کردن؟ ما 5 ساله بودیم پیرمون ما رو نامزد کردن. 5 سالگی. چرا تا سن از شما بگذشتی بود شما نامزد دار کردن؟ پول خیلی بود، درآمد بود و کشاورزی خوب بود، حساب خوب بود، حال سنگ و صخره شد، حال که او خدا نمی‌بینیم ما بخوریم. چندی وقت کاکا پیشکش شما بوده؟ پیشکش ما کم بود، 60,000 50,000 60,000 50-60,000. ببین پول عالی هم 50-60,000 میشه. منتها او وقت بیشتر ارزش داشته. من یک دختر بدادم و دیکون استوندم 5 من زمین استوندم 5 من زمین. خوب چند پسر داریم کاکا؟ مال خدا 4 تا پسر داریم. از یک خانم؟ از یک خانم داریم. خب کاکا جان بسیار تشکر از شما. از اون کارتا شفاخانه هم برای کاکا بدیم. خوشحال شدیم کاکا دیدن شما. ما خیلی خوشحال شدیم. زنده باشیم. اگه چاشت خود ما نمیریم خوشحال میشیم. نه شما نریم خد ما با سکم شد چاشت. یک دانه بدم کاکا. این کارت هم از طرف شفاخانه سنا کوثر کاکا جو به خدمت شما. خدا مریضی کند. یک وقت اگه به طرف هرات آمدیم انا باز به خیر خوشی برای شما خدمت میکنم. یک اندک پولم از شما میگیرم خیلی کم. خیلی خوب. صحیحه؟ تیار باشین کاکا جان. خوشحال شدیم. به خیر باشین. بیننده‌های عزیز بازم به ادامه برنامه خوش آمدیم. بسیار جا شما سبز باشه. به یک قشلاق بسیار سرسبزی آمدیم که واقعا جای دیدنیه دیگه. ادرسکن امیر رود، خصوصا ما به داخل رود ادرسکنیم. رود از ادرسکن که هست بسیار جای خوبی داره که حتی مردم از ولسوالی ها از شهر میایم اینجا به این مکان به تفریح. کاکا جان مونده نباشیم. سلامت باشید. اول شما خوبه؟ خوب الحمدلله. الهی شکر. مریض خسته کنیم؟ یک کم هستیم. خب خدا شفای بده. نام شریف خود با ما بگید. محمد. خب
از این منطقه از این منطقه بله. بومی همین منطقه. کاروبار شما چیه؟ کاروبار ما نمی دیگانی هست، نمی زمینداری هست. خب زمین داره. آه. فعلا به زندگاه بیشتر چی کشت میشه؟ بیشتر فلان نمی جواری ماش. جوری و ماش. گندم هم میشه؟ گندم همینای جو اونجا. چیز هم میشه به این منطقه شما؟ زعفران. زعفران هم میشه ولی شیلی شاید نشه. شیلی هم میشه کماییه. کلوخ هم بکاریم میشه؟ کلوخ هرچی من به شما میگم میشه. خب میشه دیگه، هست دیگه. خربزه هم کوبی از این دونه. خربزه کمه زیاد نمیشه. نه نترسیم، نمیریم به سرپالیزا. اگه بودی کم نمیترسیدیم. کاکا چند ساله این؟ 50 بگیریم. یک وقتی رسم بوده زمانی که شما بچه بودین که اگر تو عسکری نمیکردین شما رو زن نمیدادم. چی کار بوده شما؟ عسکری کردیم نامزددار شدیم یا پیش از عسکری نامزددار شدیم؟ خود مرکو در زن دادم. خب عسکری هم نکردم، در زن دادم. مور پیار ما میگه تو بچه یک کسی باید تو در زن دی. خیلی به می زن بموندم، از من سرم همی زن کرد، می بدبخت خیلی در بموندم. اقام باید تو بگیری. دختر یک ماما مربو دادم به می نه خوردی بید پایدی شیشتم تا ای کالو شد. کالو هم شد ایش بیفایده. با رفتم بازم زن دیگه گرفتم از این بدبختی. یعنی دو خانم گرفتیم؟ بله. خب یکی که دختر ماما شما بود، یکی دیگه چی کاری شما بود؟ او دختر بچه همنای ما. خب پیشکشا که بیاد شما هست دیگه چندی بوده؟ پیشکشو 140 لقران دارم. 140 لقران که پول حال 30 روپیه میشه. 30 روپیه؟ خب خیلی خب بویجی کاکا من بویجی پر کردم بردم. میفهم کاکا همون وقت فکر کنم که رسم رواج شوروا بود دیگه که برشیا میدادن. شوروا؟ ها اولی شوروا کردم، بدیم برنج کردم. برنج بدا. خب کاکا با منطقی شما چی رقمه؟ همه پیشکشا فعلا چندیه؟ به تالارا میرم عروسی میگیرم، به مینجی میگیرم، چی رقمه اشتنه؟ دیگه هر رقمی بندازی کار دیگه. پیشکش خیلی باشه، هر کس برابر توانه. رسم رواج با منطقی شما چنده پیشکش؟ از اینی 150 یا 1000 بگیر برو تا به 500,000. 500,000 تومان؟ نه همی پولای اول 5 لگف خنی. 5 لگ یک کلیم لگ به شما تا به 5 لگ. ما از آدمای قدیمی ما از اون 500 لکای قدیم یاد میاد ما. خب کاکا جو هم یک لطفی بکنیم. یا یک 4 بیتی بخونیم یا یک ربعی به بیننده ما بگیم. 4 بیتی بهم خوندن کم بی مشکل دارم، نخوندم بیخ. پای تو عکسی پک بگی میزنم دیگه به چیزی یاد ندارم. بابا بگو بیخ عمری نخوندم. به جلو عروسیا چوبزی بکردیم؟ چی؟ چوبزی ورق پورک برافتیم دیگه چند نه چوبزی نکردیم. نه چی رقم میزنم؟ ایته چی؟ ایته سیره دادم میخوره. نه خب بسیار دستا خوری تو بگی ها؟ دستا خوری تو بگیریم؟ دستا خوب واک کنه ایته سلامت باشیم کاکا جادم شاد معلوم میشیم. بسیار تشکر از شما. از این کارتون برای کاکا بدیم. بازم یک سلام گرم به خدمت شما بیننده‌های عزیز دارم. خدا کنه تا به این لحظه از برنامه لذت برده باشین. در کنار لالا هستیم که نام خور معرفی میکنم. مانده نباشیم. سلامت باشین. اول شما خوبه؟ شکر الحمدلله. سلامت باشین. میشه اسم شریف خودم به ما بگین؟ اسماعیل. خوب از کجا هستی؟ از ولسوالی ادرسکن قریه کمرزر. خب چند کمرزر با کدوم مسیره؟ کمرزر تقریبا 20-25 کیلومتر است. خب اینجا به چی کار آمدین؟ به تفریح آمدیم. باز خبر شنیدیم که شما اومدیم پیش شما. خیلی بینیم تشکر. میمون ارباب صاحب یا دیگه میمون دیگه دوست؟ بله میمون ارباب صاحب. خب امروز چاش خود چانس مانه
میمون نمای صاحب خونه هم هر 2 نفر. گوشتا کم نیایم. درسته؟ چند نفری؟ ما 2 نفر. 2 نفر. خب خوشحال شدیم برو را دیدن شما. زنده باشید. منتها به اون مسیری که ما میشینیم به سر سفره شما نشینیم. چشم. خوبه؟ شما با بلند سفره بشین ما پایین نشین. راست میگی. از خانوار شما با بالیز نو به نام میمونای دوستاری. ما میمون. کلا اون رصد خورم نمیدونم تقسیم به شما. خیر بینیم. از این مسیر منطقه شما. بله دور اما رو بیر مسیر که پایین. خب سرسب معلوم میشه. نه خیلی پایینه. 25 کیلومتر رو تو به چیش میبینی؟ نترسیم لالا نمیریم چاشته میمون شما میمونیم نترسیم نه ما در خدمتیم ولی 25 کیلومتر رو به چیش نمیبینی. میریم باز بخیر بازم خوشی. بریم یک ما در روز دیگه خدمت. میایم بیشتر. تشکر ما در خدمت. درسته؟ هر موقع بیاین در خدمت. خب اینجا حتما یک کار چیزی کدشتیم. فعلا چی کار نداشتم بیکار بودم اومدم. خب از بیکاری اونجا بیکار بودم بیام اومدم اینجا. اونجا کاربار نیه؟ نه. خب متعهلیم یا خونه دار؟ متعهلم. چند سال میشه؟ تقریبا 4 سال. همین لالا خیلی درد خنده کده. کبی به چمه؟ بفرم. ایت خنده ناسندی شکم گوش نکنیم بالا خدیم بچار. چرا ایت ناسندی خنده؟ چون کردی تو یکی میشه. شیر مادر از یادم یک چک بفرمایید. خب حال ما لالا میپرسم مجردیم یا متعهل؟ اشکال. خب پس یادم نافهمیه. شما نه مجردیم نه متعهل. مجرد دیگه. مجردیم؟ چند سال میشه؟ فقط من متعهل بدم که با چند سال شد. نه دیگه همین مجردی چند سال میشه؟ مجرد 15 سال میشه دیگه. 15 ساله ای؟ وقتی که به دنیا آمدم. 15 ای؟ آه. خب با 15 ساله نمیخوره بچه نه؟ خب خیر مکتب میری لالا؟ بله. صنف چند؟ 8. خب چرا به مکتب میری؟ خب به خاطر علم و دانش. آفرین. کسایی که به سند سالا شما هم یا کلونترم تا شما به ایبری برم به سر کوچه میشینم پیام شما به ایس یک نوجوان چیه؟ پیام اینه که در رادزی یالگردی های یالا کنیم به مکتب پیش بریم چون که آینده درخشانه در انتظار شما خواهد بود. خیر بینیم صنف 12 خلاص کردیم فکر کنیم تمام شد میریم رو به طرف پانتون چی رشته نیاد داریم بخونی؟ باستان شناسی. آفرین مرمش نسی؟ بله. اسمم چیه؟ محمد نیم جانا. یار نشیدن یک چک به افتخار برادر. آفرین بسیار تشکر. شعر بیتی؟ یاد ندارم. شعر شعر. با مکتب که میریم شعر میخونیم بریم هم جلوی دوربین. دیگه یک شعر حال به یاد نمیاد. خب خیره با تا دم چاش بلکم یاد بیاد. خب برار جو خوشحال شدیم از دیدن شما. بسیار تشکر. خیره باشه که میمونیم یک ربعی بگیم. چیزی بلد نیم. 4 بیتی. هیچ. خجالت نکشیم از درباب سای. هیچ کدام بلد نیست. تشکر. بخیر باشی. سلامت باشه. بینندای عزیز بازم خوش آمدیم در کنار لالا هستیم که اینا میگم به می منطقه اینا میره و هم روز که اینا استاده کردن میگم ما همیت پشیمونیم همیت پشیمونیم که تا هم جایی که جا داره حالا علت پشیمونی را از خود از اینا میپرسین که چرا این مردم پشیمون هم به زینا مونده نباشین لالا. اول شما خوبه؟ شکر الحمدلله. زنده باشیم. برای جو چند سال میشه شما به می منطقه میروید؟ 2 سال. 2 سال. چرا این برادران میگم اگه میفهمیدیم ما اینا رو استاد نمیکردیم؟ به واسطه که اولین دفعه که کار خداوند تعالی که او خوش شد از من ناراضی شد که کشتی‌هاش ساخته. خب ما نمیتونه جوی به ازنا پیره کنه که کشتی ازنا نسوزه. اگه کشتی‌هاش رو نسوزه که ما آدم خوبیم که میسازه آدم بعدیم. آدم بعدی نیم. میگم ایتا کار نمیکنیم شما. کار دیگه نمیکنه نه دیشب که من سر او رفتم 4:30 صبح. من بیام آدم رفتم خونه 1 ساعت خوب شدم دیگه بیشتر حواس نمی‌بودی به ازنا کار کنم. البته حقوق خیلی میگیریم. با ما حقوق خیلی میدم. راست میگی. حساب به سالی که اینا حقوق خیلی بهم میده سه خروار گندم میده اینا. سه خروار از این منطقه. از این منطقه. 10000 30,000. 30,000 اینو به معاش میدم حقش هم هست. راست میگی.
به یک حساب سعی کنیم هیچ چی نیه دیگه. با یک حساب سه کنیم خیلیه. دیگه با یک حساب هم که سعی کنی خیلی نیه دیگه. برج 2500 میشه. برج 2000. درسته؟ درست. خب راضی هستیم از کاروبار خوب. خدا رو شکر. خب ملک چیزی هم داری؟ ملک خود خود ندارم، مردم دست ما از تجاری به کشتمند. کشتمندی هم. چند جریب است؟ تقریبا 5 جریب است. 5 جریب. مالداری خود خدا مالداری هم ندارم. خب گزاری زندگی میشه انشالله. خدا رو شکر راضیم، تشورست تیر میشه. الهی شکر الهی شکر. خوشحال شدیم از دیدن شما برادرم. زنده باشید. از این کارتا بخش دندون هم برای لالا بدیم، دیگه بخشام بدیم برای کاکا که یک وقتی رو به طرف هرات میایم. خدای نکرده مریض خسته چیزی نشم. نه اینا یک خدمت از طرف شفاخانه سن کوثر برای شما مردم، برای البته تمام مریض دارا همه مسلمان ها واقعا دارم. بسیار تشکر میکنیم دوباره از شفاخانه سن کوثر. قربان شما بران. زنده باشین برا. شب افتخار بدیم. شما شو میمون کاسگک باشین. دو هسته. شو میمون باشین. دو قصد مسکه است. به با خدمت شما است. روغن زرد هم روغن زرد هم اون است. مسکه دیگه روغن زرده. نه او کمی فرق میکنه جنسی با که صاف کنه روغن زرد میشه. کدوم اگ بیتره روغن زرد بیتره یا مسکه؟ روغن به مسکه به هوای گرمی بیتره، خاطر کمی تروشو که باز زمستو که هست روغن زرد بیتره کمی گرمه تره. خب بسیار خوب. شکر. بخیر باشید. زنده باشین. بینندای عزیز همراه ما باشیم، به خدمت شما هستیم. بینندای عزیز میبینیم این مسلمان ها برای یک چکه و لنگای ناکنده ای بر میدوم. از او بر میبینم غیخ کشید یک نفر میام ایلالا مجم. من میگم چرا برات از اینا میگم دانر به او دادم. برای گل من نوبت شما که نیه. شما آدم کلون چرا دانه مردم به او دادیم؟ باز بیایه چیکار کنیم؟ نوبت از ما بده پیشتر. شما مطالعه نشکنی میگه چیزی که به خود نمیپسندی به دیگران هم نپسند. اما وقتی که زمین مسلمان او چیزی نداره چرا شما ما میریم او بدم میدیم چی؟ یا با جمع بده با بل ما گشتم. کی گشتونده؟ همین رفیق. نمی. با گناه از زینایه دیگه. گناه از اینه. لالا شما کار خوبی نمیکنین دیگه. چند ساعت به دست شما بده؟ نوبت شما چند ساعت؟ 1 ساعت. خب او باله ما بده قرار کرده و بزد باله خب گوشته خیلی جا چیکار کنم میشه به سر کله هم دیگه خب بزنه. نه جنجال نکنه. نه ما باید میره بخوایم میره جو. خب خب لالا هر کسی میره شما جو اگه نوبت باید به سر مردم تقسیم کنه، ساعت بندی کنه که نوبت از کینه. انا از میره ما. خب ایتا نمیشه میره شما بیام به سر سفره بشینم گلاس چای بریزم و شما مقبول بگم بگیریم بشم. بعد دیگه میره از ما حق میگیره بعد میته سر. خدایا مال بگفتن خیلی پول میدیم. خونه افریقیا بیشتر میرسه. ما به ساله. 10 رفی میدیم. خب چند زمین داره وقت خود؟ ما 6 جیره بداریم. 6 جریب شخصی از خود شما نه. بله. شکر. فکر کنیم یک شخص پیدا میشه می زمین از شما میخره. جریبی چند اینجا خرید فروش میشه؟ اینجا جریب سلک. سلک. بازم شکر. همین زمینی که کشاورزی باشه جریب سلک میخره. بله. خب بسیار. باغ هم داریم؟ باغ ندارم نه. مالداری؟ یک گوی داره. خب گزاری زندگی میشه. گزار زندگی میشه. چند ساله برا رستیم؟ نه نزدیکا 40 هستم. نزدیکا 40. یعنی به خونه 18 19. نه بالا شدیم به 39. تشکر خوشحال شدیم. زنده بشه سلامت بشه. چاش چی داریم میمون شما شین؟ چاش تا بانجسیا هر چی خواسته باشیم هست در خدمت. دو روغن زرده؟ بله مسکن هست. مسکن. بله. خیر ببینیم. زنده باش. ببخشیم برادر من. اگه ما خود شما برم کمک کنم. نه زنده باش. خیر ببینیم. یعنی ما کمک ازی میگیریم کیو بگشتون نبریم. خوبه بخیر باشید.
بیننده های عزیز بازم به کنار جوانا هستیم که نگم از ما چرا پرسان نمیکنیم که درد دل دارم سعی کنیم لالا از کجا هستم چی کار میکنم چی مصرفیت دارم مونده نباشیم برو. سلامت باشی. اول شما خوبه قربان شما زنده سلامت باشیم اسم شریف خودم بگید جمع گل. جمع گل جان از این منطقه بله از این منطقه. چی کار میکنی هیچ بیکار میچرن کاروبار نیه. بیکار میچرخیم کاروبار نیه نه نیه. خب همین کاری که داریم که بیکاری هم کنه میشه سال به 12 دیگه میشه میریم ایران با پس میایم دیگه نمینه. خب چرا میریم ایران پس میاییم خب میریم یک سال 2 سال اینجا کار میکنیم با میایم 5 6 ماه اینجا میخوریم با پولا خلاص میشه با میریم ایران. خیر بدیم کجا بودی جا چی بودی چی خبر غلط که درسته آره. پاسپورتی میریم یا نه قچیقی میریم. چند مرتبه طالب ایران برفتیم به می سند خود خب من 27 ساله هم 9 دفعه برفتم. 9 دفعه البته نامزد چیزیم نه ارسی کردم یه هفته پیش تا شنبه ارسی کردم. خب پس مبارک باشه سلامت باش. و من جد ارسی کردیم یا باشه همین جگه ارسی. خب چند نفر نان دادیم تقریبا 350 نفر میتونم. خب بازم مراد به شما بکردم خصوص شما درسته بله. چند در شما پیشکش گرفتن شو 5 لک و 40,000. 5 لک و 40,000 خب چرا با 40,000 اضافی دیگه بگرفت. یا اور 5 6 لک بودم 6 لک 5 نیم لک تا 5 لک میخونه است. خب یا 5 لک و 50 میشد یا 5 لک سر راست 40,000 کو حساب نیه درسته 6 لک بود 6 نفر برفتن نفر در روی حلقه میتو بیده آه میتونه. ماما رو هم ببردین ماما هم ببرید. یک سری پی هم ملیاز از اینو سیل کردم کم کردم ملیاز از اینو چند کم کردم هیچی گردارم بعد با شما ما دلبریم همه هر جا که میبینی گوشه میجگاه یک چیزی هم بندازنم دیگه یکی بعد یک گپی درسته مجبوریم ساعت دیگه راست بگیم مرا راست از شما که آیدی چیزی نیه خب لالا خوشحال شدیم زنده باشی. این روزی شده باشه که به خونه خسور خود رفته باشیم دست خیلی شما را از سرا بیرو کرده باشن نه اعتراضی نشده. نشده نشد. خب چاشته نمینیم خود ما نه زنده شما بریم. بخیر باشیم یک کارتی هم برای لالا بدیم بسیار تشکر دستار سعی کنیم برادر کالوزا اینا تازه بازم برادرم مبارک باشه سلامت باشیم تشکر از شما دوستای نازنین بازم خوش آمدیم به ادامه برنامه در کنار اجی کاکا هستیم که به می هوای گرم کلنگ به دست اینا یا بل به دست اینا تامی کوچگک که میکنم اینا بابا چانس از اینا که همه سنگه گردن ما بند باشه که میتونه سخته که هرچی فکر کنی من زمین رو ببینم میفهم گردن خور بستم نکنیم مشکل ندارم خب این برای چی میکنی تادوه؟ تادو بخیر تادو چی از کاکا؟ سرا میزنم به قول که فیلم تادو دیوالونه که دیوالو بالا این سرای میشه ای برا باغچه و سرا نام خدا از ارباب صاحبه دیگه بله از ارباب خب چندی حقوق میگیرین کاکا؟ 300 دیگه میدم 300 اجاره یا نه روزمز ما کار میکنیم بعضی ها اجاره کردم من فعلا روزمز دیگه کسی اجاره کرده شما روزمز خب بسیار خوب کاکا جو از همین منطقه بله چند ساله هستین 55 البته ملک چیزی ندارین که مزدوری گیرین نه مجبوریم کار کنیم دیگه نه اقدر ملکی نداریم که خودمون نداریم چند نفر کاکا خرج کنید 7 نفر بله. دستیاره هم داریم شکر خدا گزاری زندگی میشه الحمدلله خدا رو شکر خب کاکا جو از چند بجه صبح بعد شما شروع کنیم به کار ما اصلی که بعد از 7 بجه شروع کنیم ولی تا میاییم 8 بجه میشه خب 8 بجه تا به چند بجه کار میکنیم تا 5 غروب تا 5 بجه خب اب 5 که وقتی کارزان میدم دیگه به زور دیگه بیل و فرغون به هر جا بشه جمع میکنیم میبریم ما دیگه میبریم بخونه پرتب نمیکنیم میبریم میفهم یعنی میگم دیگه دست خور نمیزنیم که دلک بدم نه دلک بدم میکنیم چرا نمیکنیم کاکا بعضا کارگرای البته به خدا دل ممنون بگم یک وقتی بیچاره میگن که ما کارگریم بودم مثال من به چیشا خوب بدیدم که سمیت تیار کرده بیدم برنامه اتل سمیتا بود آزان میدادن بل پرتا دادن گفتم ما نمیتونیم یک فرغوندگه سیمان بمونده وقتم تمام شده نه از ما این گفانیه نه نه با مال خدا
چون که او کار بمونده دیگه باید او کار اجرا کنی، چون حق درسته که وقت تو خلاصه ای که تو وقت چی خلاصه باید او کار بکنی که او سمت بابا اونجا بمونده دیگه. اونا خیانتی خراب میشه، فاسد میشه. راست میگیم. بسیار خوب کاکا جو، یک کارتا که برای کاکا بدیم. اینا آدم غریبی هم اینجا کار میکنن. کاکا ما این خود شما کمک کنم. تشکر. باور کن. خیر ببینیم. میفهمی انال اگه اجاره نبودیم ما یک خدمت به حق شما میکردم. خب بیاین کاکا جو، این کارت هم از طرف شفاخانه سنکوسر شما یک خدمت به شما میکردم و همال فعلا گپ به می جمعیت میچله، همطور که برنامه ختم شد نمیچله. اگه اجاره میبودیم اینا عمل میگفتم برادر شروع کنیم همه 10 دقیقه ختم کنیم. یک کمک به شما میشه. خیر ببینیم. درسته؟ تشکر. خب خیر حال شما دیگه حالا اجاره میده کار میکنیم ما دیگه. آخر مونتا همین تا کولینگ زنی که اگه برو دل ما بخوره آگاه باشه. حتما 100% شاید بالا پنجه تو بخوره تکون ندی پاخو. بخیر باشیم. تشکر از شما. قربان شما. خوشحال تشکر. شدیم از دیدن شما. شما سلامت باش. یار معجاتی از جرباب صاحب بودی. خوب گردن هم بند باشه، اگه می نون چاشته به شما میدادم. گردن من از جواب سر اجازه دیدی تو چنان پشبل نزدی چره؟ خب شما گپ من بفهمیدیم ما چی بگم. شما هم گپ من بفهمیدیم ما چی بگم. نه نه مازی باستم بگم. بچه چوب کنی. مازی باستم بگم که اینجا کارگرا کار میکنه، شما سرپرست استاد کردم. قرار خود شما میریم اینجا به انگور میخوریم و اندانه میخوریم، مسکینا تاشون بل به کمر خو بزنن. ما اصلا بل به کمر خو میزنم، یکی رو نمیزنه. شما یعنی سرپرست این کار نمیکنی؟ نه. از کجا با بل میزنی میگین کار خب این کاکا تو چی اندازه چندیه می تابنامی زمین چندیه اشته اجاره کردیم؟ اجاره متر 100 روپیه میکنه. متر 100 روپیه. حدوداً چند متر است همه شاید 60-70 متر. 60-70 تا سده میشه 6000 روپیه. خب 9000 روپیه که حقوق کارگرا میشه، با چه کار میشه؟ از چی 9000؟ خب می اجاره دیگه 9000 میشه به یک روز میکنه. خب همین 6-7000 روپیه با ما کاکا جو کرایه میگه که با شما پتور بند نختیم سر شونی خود. یا ما یعنی من مقصد مدینه که شونی خورخای میدادین خود شما کار میکردین. با کردم که اصلا ما اوله شد دیگه دریش معصفت بیشتر به کار کردن. تعطیل کردیم کاره. دستیاره پسر داریم؟ داده خود. چند نفر؟ 3 نفر. الهی شکر. کمک میکنم خود شما. بله. شکر کاکا جو. از این منطقه ایم. از این منطقه. خب ملک چیزی داریم؟ باغ چیزی داریم؟ نه. مالداری داریم؟ مالداری یک گوی دارم. خب مشکلات چیزی کنه داریم؟ نه. خب یک کارت شفاخونی هم برای کاکا بدیم. خدای نکرده یک وقتی اگه مریض شدیم برین کم نصف پول برای شما شفاخونه سنکوسر بخشش کنن کاکا. بلدیم شهر ایراته؟ به ایرات اینجا نیه. بعد از کن ایرات من پستل نمبر 1. خوبه؟ خوشحال شدین کاکا جان، اگه چاشت خودمون نمیرین خوشحال میشیم. میرم کجا؟ دوستای نازنین بازم خوش آمدیم به ادامه برنامه. در کنار جناب محترم حاجی مولوی صاحب هستیم. بسیار تشکری میکنیم از اینا که واقعیت اینا بگم جای فکر کنم یا میمون بدم یا به جای به سفر میرفتم، بالاخره وقت خود به اختیار ما و شما گذاشتم. حاجی مولوی صاحب بسیار تشکر که لطف کردیم. تشکر از شما، خیلی خوش آمدیم. صفا آوردیم به این محل قریه تحت ادرسکن. بسیار تشکر از شما. شما میمانیم. کسی که میمان قدر نکنه میمان خیلی عزیزه. قربان شما. کسی که ایمان به خدا و روز آخرت داره بعد میمانان قدر بکنه. بسیار تشکر از شما. خداوند شما رو عزت بده. یک معرفی حاجی مولوی صاحب داشته باشیم. چای بربریم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من عبدالله امانی هم از این قریه تحت ادرسکنم. در اینجا مدرسه علوم دینی داریم. همچنین بعضی موضوعات اصلاحی و مشکلات خون و خصامتی باشه، اصلاحات و چی به وجود میاریم. الحمدلله خداوند ما یک خدمتگار، یک مستر خدمت به جامعه بودیم. بسیار خوب. امامت چیزی هم که 100%؟ بله داریم معلم. خب بچه خونی هم مدرسه داریم در بخش‌های مختلف، در بخش اطفال، در بخش طلابی که از بیرون میان لیلیه داریم، تقریبا 35 نفر لیلیه داریم. در بخش اوناسی هم تا درجه خامسه، یعنی معادل با 12 در اینجا ما زیر تربیت ما تقریبا 50-60 نفر شاگرد داریم که از طریق یک همشیره که معلمه و استاد اونا رو تمویل میکنم و ما هم مینیس یک همکار و خدمت کنیم. خب بومی همین منطقه هستیم؟ بومی همین منطقه هم. بله. بسیار خوب. حاجی مولوی صاحب ایتا همکاری هم خصوصا ارباب صاحب و دیگه مردم خود شما دارم؟ الحمدلله خداوند توفیق بده. وظیفه ارباب صاحبای بزرگان قوم این کارهای صدقه جاری اگر همکاری بکنن یک تاریخ ثبت میمانه، اگر نکنن متعلق به خود از اوناه. اما انتظار هست که اونا همکار باشن، چون مرکز تربیتی، مرکز دینی ما تقاضا و پیشنهاد ما هست که با ما همکار باشن. بسیار خوب. خب در کنار وظیفه که داریم فکر کنم که یک ملک چیزی هم الحمدلله کشت زراعت داریم. از خود تقریبا یک 3 من تخم ریز که زمین ها ما تقریبا شالیکار است. در پهلوی این وظیفه خواهی کار هم پیش میبریم که امرار معاش بشه. بسیار خوب. من بیشتر وقت شما نمیگیرم. وظیفه شما نیه که بریم به سر زمین ها. ایت روز شده باشه بیلور داریم، گفتیم باشه دیگه شونر خواه میدیم امرو خودی اولادا کمک میکنه. این خو افتخار به هر مسلمان از دسترنج خود از کسب خود چیزی درآمد داشته باشه. الحمدلله برادرها و اولادا هست این کارها بیشتر پیش میبره. شما دیگه قرض نمیگیری؟ من همکار هستم و افتخار میکنم. خیلی کار دستی کاسب حبیب خدای، دستی زحمتکش و کارکن لایق بوسیدنه. زنده باشیم. خداوند شما رو توفیق بده. بسیار تشکر از شما که محترم منتظر شما نم. ما وقت شما رو بگرفتیم، شما وقت خود به اختیار ما گذاشتید. مهربانی کردیم بر ما عزیزم. چاش میمان ما میشیم. سعادتمند باشید. ما افتخار ببخشید. بسیار تشکر. بسیار تشکر. جا خود مانه. بخیر باشیم. خدا نگهدار. بازم سلام دارم به خدمت شما بینندای عزیز. خدا کنه که تا به این لحظه از برنامه امروز ما لذت برده باشیم. به کنار جناب و محترم حاجی ارباب صاحب همی قشلاق هستیم که خود بیشتر به شما معرفی میکنم. حاجی ارباب صاحب بسیار تشکر از شما. خیلی خوش آمدیم. زنده باشیم، سلامت باشیم. امروز خیلی زحمت کشیدیم ما که نام شریف شما معلومیم، یک معرفی هم داشته باشین که دوستا از کشورها خارج بیشتر به شما آشنا شن. سلام خدمت تمام بیننده های تلویزیون نو. ارباب صاحب غلام فاروق هستم، ارباب غیری پشتی امانخیل ولسوالی ادرسکن ولایت هرات. خب تشکر میکنم از همه شما. خیلی خوش آمدید. شما زنده باشین. خب ایر بگیم که چند سال میشه مسئولیت به دوش شمانه، آیا میراثیه یا خیر؟ ما تقریبا 40-45 سال از این بابو اجداد کاکام بود، بابو ما بود، ارباب امی غیریه بود. 2 سال میشه سال 1404 و 1405 امارت گفتک باید کسایی باشه که تحت امی دولت فعلی به شرایط واجد شرایط باشه. باز امی بابو کاکا و اجداد ما نیاز دید به اساس رأی اونا خود ما کاروبار هم بداشتیم، نیاز به شغل هم نداشتیم چون امی غیریه قوم اولاد بود. گفتیم یک خدمتی به اونا بشه.
سال 1404 هم ما ارباب این قضیه بودیم، فعلا 1405 هم ما به پایان رسته ما ارباب این قضیه هستیم. یعنی 5 سال میشه. ما خود 2 سال میشه. 2 سال. 42 سال دیگه بابو اجداد ما 45 سال میشه که به این قضیه به حساب بابو اجداد ما بوده و چی بوده. هم بومی همین منطقه. هم بومی همین منطقه و تولد این منطقه. بسیار خوب. مشکلاتی که فعلا به داخل قشلاق خود داریم، فکر کنم که برق نداریم، سرگلد نداریم. مشکلات برق خود تنها به غیری خودمانیه و تمام می ولسوالی ادرسکن سر تا سر هست، از نگاه مساحتی که داره و از نظر از ولایت ایراد دوره اینقدر دوری نداره و تنها ادرسکن نشیندن هم برق نداره. اگر دولت بتونستیم برق شهری و ادرسکن بالخصوص باز بشیندن انتقال دیده از اینجی تا دروازه میردویت هم برق بیامده که به قول 2 زفر تقریبا 60 کیلومتر دیگه بمونده. مشکلات برق تنها به غیری ایمون به سر تا سر ادرسکن نشیندن این مشکلات هست فعلا. شما که پیشنهاد چیزی بداده باشید؟ پیشنهاد بدادیم دولت دیگه به فکر هستم، شاید شرایطی نباشه و امکانات و سهولت یا برق به ایراد کم باشه دیگه، به فکر این هستم. خوش ان شاء الله بلکه به مرور زمان این مشکل مردم هم حل بشه. خب دیگه چی مشکلات ها داریم داخل قلب؟ فعلا ادرسکن از نگاه مشکلات او کم مشکل داره که زیردریایی نداره. ادرسکن چا برمیگی تا 150 متر بزدم جواب نمیده چون دریا نداره، فقط او روی زمین داره. همین چای دستی میلیگی که هست تا 10 متر 12 متر میزنه، او خوردن زراعت جواب نمیده، تنها او خوردن جواب میده. دیگه این مشکلات فعلا هست دیگه. اقتصاد بعد رسکن هم خب میبینی خود شما با شما هم معلومه مشکلات اقتصادی مردم یک کمی نسبت به سالها گذشته تفاوت کرد. خب به این مدت 2 سال که پیش از 2 سال هم کاکا شما بودم، شما چه کار کردیم؟ چی خدماتی داشتیم به مردم؟ به این مدت 2 سال که خود ما بودم همین خدمات چیزی که مؤسسه ها بیومده ما خود ما نیاز به می پول مؤسسه و تحولا شخصا نداشتیم، چیزی خود چیزی همکاری دیگه به مردم بکردیم. خونه اجتماعی داشتم او پاشیده بودم، او سیستم امور معیار کردیم. هفته یک دفعه ما با خونه اجتماعی خوشورا داریم. بخش اوناس ما مکتب داشتیم، داخل مکتب ما جا نبود، اونا رو انتقال دادیم به خونه اجتماعی و استادای بخش اوناس داریم. صبح از ایراد میاد تا 12 بجه بخش اوناس ما صنف اول تا 6 تدریس دارن. همین سهولت مردم برابر بکردیم. اتفاق بین مردم خوب کردیم چون شورا برگزار کردیم. هفته یک روز روزا جمعه ما جلسه داریم، 1 ساعت شورا داریم، مشکلات همین غیریه بررسی میکنیم. بسیار خوب. به می خود قشلاق شما چه زن نفوس زندگی میکنه؟ به می قشلاق ما که هست ما 2 مسجدی داریم، یک مسجد بالا 100 تپه، یک مسجد پایین نویزی شویکی که هسته. با این مسجد بالایی که هست 1000 نفر سکونت داره، به این مسجد دیگه 800 نفر، مجموعاً 1800 نفر ما اینجا سکونت داریم فعلا. بالا و پایین مسئولیت شمی 1800 نفر مربوط به ما میشه. 2 مسجد داریم. خب چه کار میکنن مردم؟ اکثر مردم غیری ما که هست دکاندار، شغل دکانداری دارن، صبح میرن بازار 8 بجه یا 7 بجه میرن تا ساعت 6 7 تا 10 شب به بازار دکان دارن. جواناش هم به میران میره و میاد دیگه، می کاروبار داره. بعضی هم زراعت داره، اینجا کشتمندی داره، میره داخل زراعت زمین داره، باغ و باغچه داره، می کارا خوبش کنه. بسیار خوب. خب خود قشلاق خود یک معرفی بکنیم جرباب صاحب. همسایه ها شما شرق غرب که 2 قشلاقه؟ ما که هسته به غیری ما که هسته به کتاب اساس تحت ادرسکن، یک وقتی بازار ادرسکن خود بود ما رو به نام تحت ادرسکن نامگذاری کردم. باز حال بازار کلان شده، باز گفتم به امو قومی شما ما با قومی نورزه‌ای باز به نورزه‌ای امانخیل میشیم، ما رو به نام پشتی امانخیل نامگذاری کردم. ببین پشته به معنای همینه که خاطر بلندی اوری که هست پشتی کلانه به نام پشتی امانخیل نامگذاری کردم. شمال ما که هست مرکز خود ولسوالی میشه، جنوب ما غیری دیساب میشه دیگه، غرب ما که میشه غیری کال سرخ و گالتوتی نمیشه. با شرق ما که هست پشتی چپو میشه و همین یک پایگاه هم همین جگاه که هست قبلا به نظم عامه اینا بود، حالا باز بخش از امارات اینا این جگاه بنمینای. بسیار خوب، بسیار خوب. خوشحال شدیم از دیدن شما. تشکر میکنم. بسیار تشکر از شما که زحمت کشیدیم از اینکه چشمون اینجا دعوت کردیم و باز به کنار از اینکه از صبح تا به حال شما من خبر دارم که شما بسیار مصرفیت داریم دیگه. جلو دنبال ما ای بر خیلی گشتیم و جا منطقه و مردم رو با ما معرفی کردیم. بسیار تشکر. یک چند دونه کارت هم از طرف
شفاخانه سنا کوثر به جرباب صاحب بدیم. حاجی صاحب همین آدم کا غریبی مسکینای انا بدیم همین کارت بخش دندون هم بدیم. اینا رو اگر با شما مور خور بچسبونین که خیلی اعتبار بیترتر میشه. خدا واسه از طرف شفاخانه سنا کوثر هر چی که هزینی از حساب اعمال و دگه و اتاق و حساب کتاب نصف پول برای می مریضدارا شفاخانه سنا کوثر بخشش میکنه. خب ما قائمنا تایید میکنیم، ما هم میزنیم به کسایی که بی وضاحت مخصوصا به اونا میدیم. سنا کوثر هم مدیریت کوشش بکنن که به اونا یک سهولت یک تخفیف مد نظر بگیرن که اون مردم بی وضاحت مراجعه میکنن، نه مردم پولدار رو چیه راجع کنیم. تشکر میکنم از تمام بیننده‌های تلویزیون دنیای نو، بالخصوص شفاخانه سنا کوثر. خیلی خوش آمدید. قربان شما. سلامت باشید. بسیار تشکر. بیننده‌های عزیز، به داخل خانه جرباب صاحب برنامه ختم میشه، به پایان میرسه. ناگزیریم با شما خداحافظی کنیم. یک تشکری هم داریم از شفاخانه سنا کوثر که همیشه به خدمت مریضدارا هستم 24 ساعته به پستی لمبر 1. دوستای نازنین تا به هفته بعد که با کجا نصیب و قسمت باشه، به کدو غله به کدو قشلاق ما بریم به خدمت شما برنامه تهیه کنیم. شما به الله پاک نازنین میسپاریم. وقت زیبای شما بخیر. خدا نگهدار شما.